قیمت حدودی میجر و تاریخ لیست شدنش توسط تیم میجر گفته شد. سلامی درود به کانال مانی بانک، خوش آمدید. در این کانال هر چیزی که راجع به پول ما صحبت میکنیم و بهتون میگیم که ایدراپا رو چیکار کنید، توکن بیشتری دریافت کنید و راجع به درآمد دلاری کلا صحبت میکنیم. اگر از موضوع چنل خوشتون میاد حتما چنل رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو راجع به ویدیوها تو کامنت ها برامون بنویسید. امروز میخوام راجع به ایدراپ میجر صحبت کنم، ببینیم که ارزش وقت گذاشتن داره و چیکار کنیم که توکن بیشتری دریافت کنیم و در آخر هم بهتون بگم که قیمت حدودیش چقدره و تاریخ لیست شدنش کیه. ببینید این صفحه ایدراپ میجره. وقتی که بازش میکنید این بالا یه سری رنگ نوشته، رنگ اول و دوم و سوم که اونایی که توکن خیلی زیادی دارن، که مثلا رنگ نفر اول 411 میلیون توکنشو داره که عدد خیلی زیادیه. یعنی اگه با کمترین قیمت هم بخواد لیست بشه این بازم یه پول خوبی رو میبره چون خیلی عدد بالایی داره. و اینجا هم که یور بالانس رو نوشته که برای خود من نوشته چون من تازه شروع کردم خیلی کم دارم و اگه من از اول شروع میکردم خیلی بیشتر از اینا داشتم. یه قسمتی داره به قسمت گیمز. شما که روی میزنید 4 تا گزینه میاد. اولیش که یه پازلیه و برای تلگرامه. من اینو داخل کانال تلگرام میذارم که لینکش تو اون پایین هستش، تو کامنت ها پینش میکنم. حتما عضو چنل کانال تلگرام بشین. من این پازل رو براتون بذارم و 3 تا گزینه بعدی این پازل رو که بزنید 5000 تا توکن بهتون میده. و قسمت های بعدیش هولد کوینه که اگه اینو بزنید یه مقداری هولد میکنه براتون توکن. 915 تا استار یا همون توکن براتون هولد میکنه. پایین تریش چرخونه است که هر 8 ساعت میتونید بزنید و پایین تریش هم اینم یه هولد ریزی میکنه که بهتون 3000 تا استارز میده. این توضیحاتی شد که چجوری شما میتونید توکن بیشتری دریافت کنید و توکن ها رو چیکار کنید. ببینید اصلا نیازی نیست شما خیلی داخل این سایت باشید. شما هر 8 ساعت میتونید بیاد این گردونه رو بزنید، یه سری توکن ها رو دریافت کنید و برید. و اینم قسمت تقویت کردنشه که شما مثلا میتونید یه توکنی رو بدید و تقویتشون کنید و براتون بیشتر توکن جمع آوری کنن. و یه صحبتی هم راجع به قیمت حدودی میجر کنم. ببینید قیمت حدودی میجر اگه توی گوگل بزنیم قیمت حدودی میجر که قیمت پیش خریده، یعنی یه جوری پیش خریده، پیش ارزه قبل اینکه لیست بشه. قیمتی که داخل سایت رو به ما گفتن چقدره. قیمت میجر مثلا امروز چقدره؟ ببینید تقریبا گفته معادل 555 تومان به پول خودمون و 2.083 به قیمت دلاره. اگه 554 تومان باشه که من فکر میکنم الان دیگه هر کسی تو میجر حداقل یه 100,000 تای توکن داشته باشه که اگه 100,000 تا ضرب در 554 کنیم حداقل من دارم 100,000 تا میگیرم که خیلی بیشتر داره. همون که اون طرف رنگ اول 411 میلیون داره. 100,000 تا ضرب در 554 که میشه 55 میلیون. حالا ما خیلی کم گرفتیم، ما مثلا 100,000 تا گرفتیم ولی فکر نمی کنم همین توکن رو بدن. شما باید یک صفر 2 صفر از آخرش رو فکر میکنم که کم کنه. یعنی مثلا اونی که 100,000 تا داشته باشه بهش 2 تا صفرش رو کم میکنن، مثلا بهش 1000 تا میدن که میشه 554 تومان. که فکر نمی کنم که 100,000 تا داشته باشه. اونایی که فعالیت کرده باشن خیلی بیشتر دارن. و تاریخ لیست شدنش هم فکر میکنم حدودای آخر آبان باشه، یعنی آخرای آبان ماه تاریخ لیست شدن میجره. امیدوارم از دیدن ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما یادتون نره اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو راجع به ویدیو بهمون تو کامنت ها بگید. به نظرتون این قیمتی که داخل سایت گفته به نظرتون درست در میاد یا نه؟ از اونجایی که همستر خیلی کمتر قیمت خورده و مردم کمتر اومدن سمت میجر،
خب اینو در نظر بگیرید. مردم کمتری اومدن از سمت میجر، ولی تعداد کاربرای همستر خیلی زیاد بود. این تعداد کاربراش کمتره، خیلی کمتره و احتمالش هست که یه پولی خوبی نصیبتون بشه و در آخر هم که ارزش، واقعا ارزش فعالیت کردن داره و حتما اگه تونستی هر 8 ساعتی بیاید یه 5 دقیقه وقت بذارید و یه سری توکناشو دریافت کنید. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا ویدیو دیگه بدرود.